با دعوت دوست به بیت‌بین راحت و بدون سرمایه میتونی درآمد داشته باشی. اینجا 4 تا لیگ داریم و بر اساس تعداد دعوت دوست جایزه ها و درآمدت بیشتر میشه. لیگ 1. لیگ اول مخصوص کساییه که همین حالا وارد دعوت دوست شدن و تازه فعالیتشون رو شروع کردن. توی لیگ 1 15% از کارمزد معامله دوستت سهم درآمد تو میشه. 15% کارمزد رو هم دوستت هدیه میگیره. یه جایزه نقدی هم داری که با رسیدن به دعوت 3 تا دوست میتونی اونو دریافتش کنی. برای اینکه لیگ 1 وارد لیگ بعدی بشی باید 3 نفر رو به بیت‌بین دعوت کنی. لیگ 2. تو این لیگ یه سری امکانات جدید در دسترست قرار میگیره. مثلا لیدربورد سفیران یا همون دعوت کننده ها رو میبینی. نفرات برترین لیدربورد هر ماه تو قرعه کشی جوایز نقدی و غیر نقدی شرکت داده میشن. میتونی کارمزد کد دعوت تو هم تا 30% شخصی سازی کنی. یعنی مشخص کنی سهم درآمد خودت و هدیه دوستت از هر دعوت چقدر باشه. تا 7 روز هم درآمدت از دعوت دوستات 2 برابر حساب میشه. برای اینکه بتونی خیلی راحت وارد لیگ بعدی بشی، میتونی محتواهای آموزشی که توی این لیگ در اختیارت میذاریم رو استفاده کنی تا افراد بیشتری رو دعوت کنی. با دعوت 10 نفر هم میری لیگ بعد. لیگ 3. تو این لیگ راههای بیشتری برای افزایش درآمدت داری. ویژگی‌های لیگ 3 از این قراره که میتونی کد دعوتت رو شخصی سازی کنی و تا 30% سهم درآمدش رو تغییر بدی. جعبه‌های جایزه یکی از ویژگی‌های جذاب این لیگه که با رسیدن به تعداد دعوت مشخص شده میتونی بازشون کنی. لیدربورد سفیران رو اینجا هم میبینی و فرصت اینو داری که تو قرعه کشی ماهانه شرکت کنی. با کمک گرفتن از محتوای آموزشی هم خیلی راحت میتونی 100 نفر رو دعوت کنی و وارد لیگ آخر بشی. لیگ 4. این لیگ حرفه‌ای است. با استفاده از امکانات لیگ 4 به راحتی فرصت اینو داری که درآمدت رو صدها برابر کنی. تو لیگ 4 میتونی سهم درآمدت از دعوت هر دوست رو تا 40% بالا ببری. میتونی برای دعوت دوستات کمپین طراحی کنی. یعنی برای هر کد دعوت جایزه در نظر بگیری. از خدمات پشتیبانی VIP بیت‌بین استفاده کنی. یک سری جایزه های قطعی و رقابتی هم داریم که با رسیدن به تعداد دعوت مشخص شده میتونی دریافتشون کنی. محصول ریفرال بیت